سیراک یه جزء هدف، شما اگر الان دستور نبرد البرز رو مطالعه بکنید میبینید که نوشته نیروگاه اوسیراک جزء اهدافشه، اما ننوشته نیروگاه اتمی اوسیراک. نیروگاه اتمی اوسیراک، ما نباید نیروگاه اتمی رو بمباران بکنیم، نمیبایست بکنیم. حالا اما چون ما فکر میکردیم که، یعنی من میدونم محمد حسین غیرستانی چون فکر میکرد که خودش هم معاون عملیات بود در یه پایگاهی، یادم نیست حالا از کدوم پایگاه، از مهرآباد بلند شد اومد. آقا اینا وقتی حمله کردن به اوسیراک رو زدن، چنان این اوسیراک رو بمباران کردن که اون مرکز سوختش، مرکزی که هنوز سوخت نداشته بودن، سوخت هسته‌ای نداشته بودن، ویران شد. 400 تا کارشناس فرانسوی یک شب اونجا دوام نیاوردن، با هواپیما بلافاصله گسیل داده شدن به فرانسه. ولی ما جرأت، میدونم ستاد نیرو جرأت نمیکرد، منظور من از ستاد نیرو عملیات جرأت نمیکرد بگه که ما نیروگاه اتمی اوسیراک رو بمباران کردیم. با همین کوره اوسیراک تمام ویران شده بود. اسرائیلیا در ژوئن همون سال، در ماه ژوئن همون سال اومدن حمله کردن به اوسیراک با 16 تا F-15 و 16 تا F-16 حمله کردن، بمباران کردن. اما این بمباران اصلا دیگه به دردخور نبود، فقط یک کار تبلیغاتی بود. قبلا این ویران شده بود توسط محمد حسین غیرستانی، سرگرد محمد حسین غیرستانی. و سلمان پاک هم بمباران کردیم. سلمان پاک رو میدونید سلمان پاک کجاست؟ تقریبا جنوب شرقی بغداده. اونجا مرکز پژوهشی هسته‌ایشون بود، اونجا هم بمباران کردیم. نیروی هوایی خیلی عاقلانه کار کرد، خیلی عاقلانه در جنگ کار کرد. و ما اینطوری میگن نقشه ها و عکس ها رو از فرانسه یا انگلیس از کجا دادن؟ این درسته به اسرائیل دادن؟ اسرائیل نیازی نداشت خودش، البته داد و ستد اطلاعاتی با آمریکا و انگلیس داشت اسرائیل، اما در یه حد قراردادی، در یه حدی، اما نیازی به این چیزا نبود. بابا عراق اصلا در و پیکر نداشت. مگه هواپیماهای آرفور ما از این ور بغداد، از این ور عراق نمیرفتن اون ور عراق همه رو عکس میگرفتن میومدن؟ نه یه فروند، یه دفعه میدید 3 فروند هواپیمای شناسایی. شما سرگرد ناصر رضوانی فرمانده گردان شناسایی بود، ایشون دقیقاً در جریان همه مسائل اطلاعاتی هست. میرفتن یه دفعه میدید 3 فروند هواپیمای آرپورت داخل خاک عراق، فضای عراق داره عکس میگیره ما برای ایران. نیاز نداشت اسرائیل که به کسی، خودش عکسشو میگرفت، همه کاراش هم میکرد. تازه من مطمئنم اسرائیلیا اطمینان کامل داشتن که اوسیراک غیر فعاله. اوسیراک اصلا بعد از بمباران محمد حسین غیرستانی اصلا اوسیراک کاری دیگه انجام نمیده، ولی اومدن بمباران کردن فقط برای خاطر اینکه قدرت نمایی بکنن، تبلیغات بکنن و یه اینجور چیزایی.